با درود به یکی شما بینندگان عزیز، چون همیشه در صبح بر وقت شما از آن رو به تماشای نوید بمدادی دعوت میکنیم که خبرهای تاجیکستان و جهان را به سهم شما عزیزان میرساند. در پراگ همین حالا ساعت 7 است و در آغاز چون همیشه از وضع باد و هوا میگیم. در پراگ برای امروز 19 دکبر هوای ابری پیش بینی شده است. انتظار می رود که گرمی تا 5 درجه را تشکیل بدهد. در مسکو نیز هوا ابری می شود امروز و تا 4 درجه گرمی در نظر است. در دوشنبه هم آب و هواشناسان هوای ابرناک را پیشگویی کردند. حرارت به 8 درجه خواهد رسید. دو مبلغ اساسی گروه تندرو دولت اسلامی و یا خود داعش بازداشت شدند. ابو داوود یکی از مبلغان اصلی گروه به نام دولت اسلامی از تاجیکستان در زندان شهرک افرین در سوریه نگه داشته می شود. خبر را رادیو آزادی بعد تحقیق یک گزارش تلویزیونی ترت خبر تلویزیونی دولتی ترکیه و صحبت با نزدیکان پرویز سید رحمانوف اشکار کرد. همصحبت رادیو آزادی در ترکیه همچنین گفت که یک جنگجوی دیگر از تاجیکستان توجیدین نظرف معروف به نام ابو اسامه نورکی هم از طرف رزمندگان کرد در سوریه دستگیر شده است و در زندان با نام حق العمر در شهر دیر از زور نگه داشته می شود. تصدیق این خبر از منابع دیگر ناممکن است. باید گفت ابو اسامه نورکی ساکن 32 ساله شهر نورک است که مقامات را از خطرناکترین تبلیغگر تاجیک زبان داعش نامیدند. بازداشت این جنگجوی تاجیک در کدام شرایط صورت گرفته است در دوام روز برایتان تفصیلات خواهیم داد. ضمناً روز گذشته کاتب شورای امنیتی روسیه از خطر حمله جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی به آسیای مرکزی هشدار داده است. نیکولای پاتروشف در نشستی سران نهادهای امنیتی ایران، روسیه، چین، پاکستان، هند و افغانستان که در تهران برگزار شد گفت جنگجویان برای استوار کردن موقع خود در شمال افغانستان تلاش خواهند کرد که از تاجیکستان و ترکمنستان استفاده کنند. به گفته پاتروشف حالا شماره جنگجویان داعش در افغانستان بیش از 2000 نفر را تشکیل می‌دهد. کاتب شورای امنیتی روسیه افزود که داعشی‌ها می‌توانند سفارت، شهروندان خارجی و انشاءات قدرتی را هدف قرار بدهند. حمله آخری که در تاجیکستان به عمل آمده و آن را مقامات تاجیک به داعش نسبت می‌دهند حمله به دیدبانگاه مرزی اشقاباد در 6 نوامبر است که در آن 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسا کشته شدند. دفتر رشد سازمان ملل متحد یا خود UNDP در تاجیکستان در یک اظهارات رسمی به مقامات روسیه هدف انتقال متادون به تاجیکستان را توضیح داده است. مقامات تاجیکستان را بازداشت متادون یک مواد خمرشکن که برای طبابت معتادان مواد مخدر استفاده می شود در فرودگاه روسیه نگران کرده است. به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان متادون یاری بشردوستانه لایحه UNDP بود که همه ساله به تاجیکستان ارسال می شود. خدمات گمرک روسیه روز 17 دکبر از بازداشت بیش از 2000 ظرف با مایع متادون خبر داد. این مواد که با مبلغ 6 میلیارد روبل باید از آلمان توسط ترانزیت طریق روسیه وارد تاجیکستان میشد در فرودگاه ونوک و با گمان قاچاق مواد مخدر در حجم نهایت کلان بازداشت شد. مقامات خدمات گمرک روسیه گفتند حجم متادون در مایع انتقال یابنده 100 مرتبه کمتر بوده. در قطعی آن معلومات نادرست داده شده است. اما مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند این مواد همه ساله همچون کمک بشردوستانه از جانب سازمان ملل متحد به مرکز نارکولوژی کشور آورده میشد. بیبی خانم درویش‌زاده سخنگوی وزارت تندرستی گفت در این کار یگان عمل جنایی وجود ندارد. روشانه نجمیدین و نماینده برنامه رشد سازمان ملل متحد در صحبت با رادیو آزادی افزود در اظهارات این سازمان به مقامات روسیه گفته شده است که متادون با مبلغ 79000 دلار در دایره لایحه مبارزه با ویچ در تاجیکستان باید انتقال می‌یافت. به گفته او متادون در مسکو برای برغلط نامگذاری شدن بازداشت شده است. مایع متادون در تاجیکستان از روی یک برنامه ویژه برای طبابت و کاهش خمار مواد مخدر به نشأمندان رایگان داده می شود. طبیبان آن را بی‌ضرر می دانند. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 18 دکبر نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را با گناه میل افباشی 550 سومون جریمه کرده است. رجب و میگوید وی گناه ندارد و برعکس اذیت و تحقیر شده است. رجب و 2 روز پیش بر رسانه‌ها شکایت کرد که او را مقامات میلیسا و کارمندان اداره امور زنان در عملیات به گفته او ضد زنان سطرپوش دستگیر و در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینادو تحقیر
تحقیر و تهدید کردند. مقامات امور داخلی همه گونه بدرفتاری با این زن جوان را رد می‌نمایند. این نهاد گفته بود شکایت نیلوفر رجبوی را می‌سنجد. مقامات دادگاه هنوز رسما قرار روز چهارشنبه خود را شرح ندادند. مرافعه پرونده نیلوفر رجبوی بر اساس شکایت رانو عبداللهیوی مسئول بخش کار با زنان و اویله نویه سینو دایر شده است. عبداللهیوی این زن جوان را به تحقیر نماینده دولت متهم کرده است. اما نیلوفر رجبوی میگوید با کارمندانی که او را بازداشت کردند هیچ گونه وارد بحث نشده بود و چون دلیل ثبت این مکالمه را هم دارد. اما در دادگاه این همه را به گفته او به اینوبت نگرفتند. رانو عبداللهیوی مدیر شعبه کار با زنان و اویله حکومت نویه سینو روز 18 دکبر از صحبت در این باره با رادیو آزادی خودداری کرد و در یک تماس تلفنی گفت وقت ندارد. نیلوفر رجبوی مادر دو فرزند معیوب است و میگوید در مرافعه کوتاه و غیر انتظاری دادگاهی به او تاکید کردند با این اتهام باید او جزای سخت‌تر بگیرد، اما با توجه به فرزندان بیمارش به او گذشت کرده می شود. نیلوفر میگوید او برای دو طفل بیمارش کمی بیشتر از 500 سومونی نفقه میگیرد و با حکم دادگاه اکنون مجبور است این مبلغ را همچون جریمه به دولت سپارد. وکیلان مجلس نمایندگان امریکا روز 18 دکبر به طرفداری از ایمپیچمنت یا ایثار نوباوری به پرزیدنت آن کشور دونالد ترامپ رای دادند. در ادامه این روند اکنون سینات آن کشور باید تصمیم بگیرد که آقای ترامپ برکنار شود یا در مقامش بماند. ایثار نوباوری یا ایمپیچمنت روند است که از سوی قانون اساسی امریکا برای برکناری پرزیدنت پیش بینی شده است. به پرزیدنت برای صادر کردن جنایت‌های مربوط به خیانت به دولت، فسادکاری یا دیگر جنایت‌های وزنین اظهار نوباوری اعلام می شود. نسبت ترامپ دو عیب سوء استفاده از مقام و مانع تحقیقات کنگره شدن اعلام گردیده است. تفتیش امکان اظهار نوباوری به ترامپ پس از یک صحبت تلفنی او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی آغاز شد. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که ترامپ در صحبت تلفنی ماه ایولی سال روان به زلنسکی فشار آورده است تا ضد رقیب سیاسیش جو بایدن در اوکراین تفتیشات آغاز شود و بنابراین کمک‌های نظامی واشنگتن به کیف به تأخیر گذاشته شده است. ولی ترامپ میگوید فشار نآورده است. یکی از اتهام‌های دیگر ضد ترامپ به خودداری او از اشتراک در روند تفتیشات مربوط میباشد. کاخ سفید دادن شاهدی یک قطار کارمندان کلیدی خود را در این زمینه منع کرده بود. در قانون‌های آمریکا طرح ایمپیچمنت یا اظهار نوباوری به مانند اعلام جرم هست. حالا روند باقی مانده ایمپیچمنت که همچون روند یک دادگاه است در مجلس 100 نفره سنا آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود جلسه سنا در این مورد ماهی ینور شروع گردد. امروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نشست مطبوعاتی سالانه دایر میکند. این چهاره‌بینی در حال برگزار میگردد که تابستان سال روان اعتراضهای مردمی مسکو و سنت پترزبورگ را تکان دادند. کرمل میگوید برای اشتراک در نشست سالانه پوتین که بار 15 دایر میشود شماره رکوردی خبرنگاران 1895 کس نامنویس شده است. نشست‌های سالانه در دوران رهبری پوتین حادثه مهم به شمار میرود و در آن رهبر روسیه میخواهد نشان بدهد که کشور زیر نظر پیشوای غمخوار قرار دارد. سوال و جوابای پوتین خوب تحریزی شدند. سال 2008 نشست مطبوعاتی پوتین 4 ساعت و 40 دقیقه دوام کرد. طبق پرسش‌های مرکز مستقل لیوادا در یک سال اخیر شهرت پوتین 10% کمتر شده است. بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. فایز از حد زیاد قرض‌های ایپاتیکی و مشکل دسترسی ساکنان به آن از موضوعهایی بود که روز 18 دکبر در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان میان وکیلان این نهاد و نماینده بانک ملی تاجیکستان بحث‌های را به میان گذاشت. شریف رحیمزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان عاید به اقتصاد و مالیه گفت بر اساس معلومات رسمی بانک ملی کشور فایز قرض‌های ایپاتیکی بیشتر از 21% را تشکیل می‌دهد. در این جلسه برخی از وکیلان پارلمانی در خطاب با حمدالله اشرفزاده معاون رئیس بانک ملی گفتند فایز بلند قرض‌های ایپاتیکی باعث آن شده است که افراد نیازمند که می‌خواهند با گرفتن این نمود قرض صاحب خانه شوند به آن دسترسی ندارند.
عبدالحلیم غفورов وکیل پارلمانی ابراز داشت که جوانهایی که به خاطر صاحب منزل شدن قرض ایپوتکی میگیرند از بس که فایز آن خیلی بلند است آنها به جای صاحب خانه شدن برعکس به مشکل‌های زیادی گرفتار میشوند. برگرداندن فایز قرض ایپوتکی یکی از مشکل‌هایی است که به نظر غفورов ساکنان را بیشتر نگران کرده است. با دنبال نگرانی‌ها از بالا بودن قرض ایپوتکی حمیدالله اشرفزاده معاون رئیسی بانک ملی گفت برای با فایز پس دادن قرض ایپوتکی تشکیلات قرضی باید منبع‌های قرضی داشته باشند. مسئله فایز قرض ایپوتک چندین مرتبه برداشته می شوند. اوید به مسئله آنکه به مقدار 5 یا 6 فایزی که چند مرتبه گفته شده بود به این مقدار پست نمی شود. برای 6 فایز دادن تشکیلات قرضی منبع‌های قرضی باید داشته باشد. سرمایه باید جلب کند گفت. ولی شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان در پاسخ به حمیدالله اشرفزاده افزود قرض ایپوتک را در کشورهای دیگر 5 یا 6 فایز مقرر کردند و در تاجیکستان نباید فایز این نمود قرض زیاد باشد. دوستان کل تاجیکستان از جریمه شدن یک کارمند نظارتی اندازه پنجکن خبر می‌دهد. به قول منبع محمد جان قربانov برای تمجوی و قلابی 22,000 سومانی جریمه شد. او همچنین حق ندارد که در مدت 2 سال منصب‌های رهبری کننده را اشغال کند. دادگاه در توضیح حکمش گفته است این کارمند نظارتی انداز بهار امسال با مقصد غرض و تمجوی و تهدید گذراندن سنجش کامیرالی به مغازه خوراکواری ارزان از رهبر مغازه صاحبکار یحیایف 6,000 سومانی مبلغ گرفته است. و یک خبر ورزشی هم داریم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه گیری موسم سال 2019 معین کرد. غالبان در مراسمی که روز شنبه 21 دکبر در دوشنبه در مجمع کاخ سروش دایر می‌گردد اعلان می‌شود. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این روز برندگان جایزه ها از روی نامیناسی‌های مختلف معلوم خواهند شد. برای عنوان بازیگر بهترین سال 2 عضو دسته قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه دروازه‌بان رستم یتیمov و نیم حمایتگر علیشیر جلیلov اینچنین سابق کاپیتان خوجند جهانگیر ارگاشف که حالا در باشگاه سیف اسپورتینگ کلوب بنگلادش بازی میکند داوطلب میباشند. و چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای شما معلومات میدیم که امروز از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. 1 دلار 9 سومانی و 68 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 75 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 154 سومانی. سپاس میگم از همراهی شما بینندگان عزیز در این صبح بر وقت. من همه شما را بازم در دوام روز منتظر خواهم بود. تشکر که با ما هستید. روز خوب داشته باشید.